اینک تا پایان این ماه پرخیر و برکت روزهای باشمار باقی مانده است. خوشا به حال کسانی که این لحظه های پرخیر و برکت را غنیمت دانسته آن را با ذکر و تلاوت قرآن، با دعا و تضرع به درگاه خداوند سپری می کنند. شبهای آن را در تلاش شب قدر و عبادتهای طولانی سپری می کنند. هر کسی این لحظه های پرخیر و برکت رمضان را غنیمت بداند و آن را با عبادت سپری کند هرگز پشیمان نخواهد شد. زیرا شب اولی که در قبر می خوابد آن زمان ارزش این لحظه های پرخیر و برکت رمضان را درک می کند. ابن قیم جوزی رحمه الله می فرماید قسم به ذات الله که اگر به اهل قبرها گفته شود که آرزو کنید، البته آنها یک روزی از رمضان را آرزو می کردند. پس ای برادر و خواهر مسلمان، این روزهای پرخیر و برکت را غنیمت بدان.